درگیری تازه میان تهران و واشنگتن. سپاه میگوید در پاسخ به حملات امریکا به سیریک و قشم، پایگاه امریکا در کویت و تاسیسات ناوگان پنجمین کشور در بحرین را هدف قرار داده و یک نفتکش را در تنگه هرمز متوقف کرده. سنتکام از رهگیری بیشتر موشک‌ها، سرنگونی پهپادهای ایرانی و حمله به برخی سایت‌های راداری ایران خبر می‌دهد. همزمان ترامپ از پیشرفت در پرونده ایران میگوید و عراقچی در واکنش به انتقادهای رئیس جمهور لبنان، اسرائیل را عامل اصلی بحران این کشور می‌داند. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای مفید. ایران در واکنش به حملات آمریکا با هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در کویت و بحرین چی پیامی به واشنگتن و متحدانش میفرسته؟ اجازه بدین که بانو شکیه جان شمس نازنین درود بسیار پرمیر خود خدمت شما، برنامه‌سازان برنامه نازنین آفاق و همچنین بینندگان گرانقدرتان از ژرفای دلم تقدیم کنم و در پی از آن. بله، امروز رسانه ها بازتاب ساختند که ایالات متحده امریکا، چنانچه که آقای مارک روبیو وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا در یک گزارش اعلام کرد و در سوشال تروت خودم نوشته کرده که ما حق دفاع از خود داریم و ایران بالای کشتی های ما انداخت کرد و بحیره نمبر 5 ما را یک مقدار میخواست خساره برسانه که ما رو خنثی کردیم. در پی از او ما هم به منطقه سریک و منطقه قشم انداخت کردیم و تلفات از دستگاه رادارشان رساندیم و امثال از ایران اعلان میکنه که ما یک کار نکرده بودیم و بر پای انداخت از ما دوباره انداخت کردیم. از منابعی که انداخت علیه ما صورت گرفت در وسط طیارات و راکت های ایالات متحده امریکا از کویت و از بحرین پرواز کرده بودند. بنابراین ما هر دوش را راکت باران کردیم. امریکا و کویت اعلان کردند که 7 راکت به طرف کویت انداخت شد که از جمله 6 تاش سقوط دادن، یکی هم به هدف نخورده. تلفات هیچ نداره، ولی به هر صورت متاسفانه همونطور که شما فرمودین آتش بس در حالات شکنندگی قرار داره. همچنان در اسرائیل که علی الرغم پافشاری های بسیار شدید آقای ترامپ قرار شد که در یک توافق صورت بگیره، حزب الله دوباره بالای لبنان، بالای سربازان اسرائیل در داخل لبنان انداخت کرده و اونا هم دوباره انداخت کردن. جنگ در اونجا مقدار جریان داره، ولی در دو طرف تلفات برایش نرسیده. در همزمان آقای ترامپ اعلان کرد که بسیار جالب است، امروز یک اعلان عجیب غریب کرد که ایران خود احساس میکنه که نیرومند است، ایران قوی است و ایران به خاطر قوی است بنابراین ناظر نیست که ما مذاکرات را یک توافقنامه سازشنامه را دستینه یا امضا کنه. برای بنا ما تلاش میکنیم ولی هیچ راهی نداره به جز اینکه اگر ما خواسته باشیم و دوباره مجازات بکنیم. میبینیم که در این مورد هر دو طرف واقعا بسیار برخورد جالب دارن. اگر اجازه شما باشه برامتون اجازه بده من یک نکته از آقای ریچل میتز، پروفسور دکتر ریچل میتز، استاد در جورج واشنگتن است، در جورج واشنگتن، استاد دانشگاه جورج واشنگتن که در فارن افیرز انعکاس شده، تقریبا تمام این ماهیت ها وضعیت بسیار زیبا بیان کرده. براتون عرض کنم اگه اجازه تان باشه. ببینین بسیار پروفسور ریچل میتز میگه که امریکا تا سال گذشته که گذشت تقریبا بالای 7 کشور با شمول نایجریا، سومالی، سوریه، عراق، ایران، ونزوئلا انداخت کرد و با موافقت آمیز تمام از اونها را تانست و همچنین نشته کرده که 13 بار ایالات متحده آمریکا با شمول کشورهای یوگسلاوی سابق و کشورهای مختلف دومینیکن و کشورهای مختلف آمریکای لاتین تا 13 سال 200,000 نفر را کشته و عملیات‌های مختلف انجام داده و دلیل از این هم گفته که از کجا میکرده عملیات‌ها. عامل اصلی از این عملیات‌های ایالات متحده آمریکا را این است که کشورهای همجوار در کشور که عملیات میکنه ایالات متحده آمریکا قطار شده اوج انتقال بیته، طیاراتش انتقال میده، تانکانش انتقال میده، بعد به عملیات میکنه. چنانه که من نمونهش دیگه کل جا گفته از افغانستان عرض میکنم. در افغانستان هم میگه که در 2003 کشور ازبکستان تمام میدانهای هواییش در اختیار امریکا قرار داشت و پاکستان. از ایالات متحده آمریکا با آرامش عملیات میکنه در حالی که فاصله بین کابل و واشنگتن
حدود 7000 مایل است و هیچ امکان نداره که تیارات امریکایی جی بخیزه میامد کابل عملیات میکرد و همچنان در عراق، همچنان در لیبیا از میدانهای هوایی و پایگاه نظامی خود از کشتورهای کویتا، از کویت و از قطر و از ابوظبی، از مسقط، از دوحه، از عربستان سعودی، از اینجا تمام عملیات خود انجام میداد. تیارا میخیز، سربازاش مواد خامشان تکمیل میشد، پرواز تیارات مواد سوختیش گرفته میشه، تمام عملیات بود. اما گفت در ایران برای نخستین بار توجه کنین، گفت در ایران برای نخستین بار ما می‌بینیم که وضعیت کاملا تغییر میکنه. ایران با استفاده از امکاناتی که دارد در جنگ 5000 درون و راکت‌های بالستیک خود علیه امریکا و قطعاتش انجام داد. در اینجا تلفات هنگفت رسان. حتی برای اولین باری نویسنده پروفسور اعتراف کرده که کشتی اس جرالفورد که خسارات بسیار عظیم دوریده به سر انداخت ایران، خسارات انگفت دیده، آتش سوزی درش صورت گرفته، مقدار زیادش تخریب شده، پرواز تیارات سقوط کرده و فعلا در جزیره کریت یونان لنگر انداخته. این به این درجه است که در این جنگ برای اولین بار ایالات متحده آمریکا را کشورهای مختلف، مثلا در عملیاتایی که گفتن در کشور مثلا یوگسلاوی انجام دادن، تمام کشورها فرانسه، امریکا، انگلستان نامش بابوش بودن، تیارات امریکا بمباردمان میکرد، دوباره تامین میشد. اما در جنگ ایران نه فرانسه، نه اسپانیا، نه امریکا، نه ایتالیا اینا هیچ اجازه ندادن. حتی بسیار کشور ترکیه اجازه نداد که هیچ پرواز صورت بگیره علیه ایران. در نتیجه ایران هم برای اولین بار ابتکاری که با خرجات پایگاه ایالات متحده آمریکا را 288 پایگاهش خسارتمند ساخت و نتیجه می‌بینیم. و دومین مسئله که بسیار جالب بود، یک خانم است به نام نرگس اویغلو با آقای نصیر فرن، او مسئله داخل ایران بررسی میکنه. میگه در نتیجه عملیات‌های ایالات متحده آمریکا، ایران که مردم در حالت قیام بودن، وقتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به اصطلاح موزیم‌ها را زدن، پلها را زدن، منابع مربوط در ایران یک وحدت ملی ایجاد شد. نقل قول از یک پروفسور استاد بزرگ ایرانی که نامش نوشته نکرده، گفت او آدم گفت که سقوط جمهوری اسلامی سقوط ایران است، ما به دفاع ایران می‌خوایم. گفت در نتیجه مردم ایران مرد و زن در دفاع از وطنشان برداشتن. این عملیات یگانه عملیات ایالات متحده آمریکا است که با شکست مواجه شده. نه تنها رژیم در ایران تغییر نداد که مردم ایران علیه امریکا و اسرائیل متحد ساخت، و نه تنها که پیروزی به دست آورد که بهترین کشورها و دوستان امریکا از این رنجیدن. بنابراین عامل شکست امریکا است در این دو نشده. بفرمایید. با معذرت که حرفتان قطع کردم، میخوایم بپرسم که چگونه میتوان همزمان تشدید حملات نظامی و ادعای پیشرفت ترامپ در مذاکرات و پرونده ایران را تحلیل کرد؟ اگر واضح و کوتاه برای ما اشاره کنید. بسیار عالیه. ایالات متحده آمریکا برای اولین بار آقای ترامپ هم گفت که ایران نیرومند است، از او خاطر کتیمات مذاکرات نمیاد. اگر ایالات متحده آمریکا میتونست امکانات عملیات می داشت، حالا مجبور طیاره بیدو از واشنگتن پرواز کنه، بیا در راه کسی تیل نمیتیش، پاکستان قطع کرده اجازه نمیده، ترکیه دیگه اجازه نمیده، عربستان سعودی اجازه نمیده، کشورهای عمان اجازه نمیده. ببینید که کشور تعداد زیاد کشورهای منطقوی دیگه برای امریکا با عملیات امریکا اجازه نمیدن. و دومین دست که کشورها گرفتن این است که ایالات متحده آمریکا نه به دفاع از کشور عربی بلکه به خاطر دفاع از اسرائیل ایجاد آمدن. یک دست بسیار بزرگ بود. بالاخره آل ایالات متحده آمریکا به زانو افتیده. آقای ترامپ اعتراف میکنه که جنگ باخته، کشورهای آمریکایی دانشمنداشون اعتراف میکنه جنگ باخته. بعد نخستین بار است. چیز دومی که دیگه که دیگه ایالات متحده آمریکا باعث رهبر جهانی، باعث نظام به اصطلاح پلیس بین‌المللی دیگه نقش خود کاملا در جنگ ایران از دست داد و ایران نشان داد که کشور خرد توانایی دفاع از خود داره. وقتی که مردم متحد شون دیگه هیچ کشور نمیتونه کشور کوچک را تا مثل ایران نابود کنه. از این لحاظ آقای ترامپ کم مذاکرات میکنه و دوباره عملیات کردن نمیتونه، عملیاتای کوچک هم انجام میده. اینا همش از اسباب وضعیتی است که دیگه هیچ امکانات نداره، یا با اتم استفاده کنه یا شکست خود بپذیره. چرا سندکام میگوید که ادعای سپاه درباره اصابت موشک ها درست نیست و این اختلاف روایت بین تهران و واشنگتن از یک درگیری واحد دقیقاً یعنی چی؟ همین لحظه ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، در نزدیکای خلیج فارس بله در حالت آتش‌سوزی قرار داره. خسارات بسیار انگفت دیروز ایران دارش رسانده که ایالات متحده آمریکا آماده نیست اعتراف کنه. ببینین خود به پروفسور به صراحت در نوشته خود باستاب ساخته که اس جرالفورد
خسارات انگفتی دیده، حریق سوزی درش صورت گرفته و فعلا در کریت یونان در حالت غیر قابل استفاده است. 15000 1000 سرباز در داخل از طیاراتش است و او کشتی از کار افتیده. این معنی است که امریکا دیگه تمام امکانات خودش داره. اگر امکانات می داشت امریکا، شما باور کنین که ایران زنده جان درش نمیموند، اما نداره و ایران فعلا توانایی داره. حتی آقای ترامپ گفته که 20 تا 30% دروغ میگه. امکانات راکت و درونایش هست، اونا باعث شده که ایران مغرور شود. خودش نشته کرده دست شلتروس خود که ایران مغرور شود. یعنی ایران توانایی داره، به جهت نیست سپاه پاسداران با جرأت اعلان میکنه که ما با دشمن میزنیم، دشمن ما را سقوط دادیم، دشمن سرنگون کردیم. یک واقعیت تاریخی است. بعدا نشریات شما، حالی که او پروفسور میشل گفته، شما باور کنین که در آینده هم بسیار امکان ازی داره که نشرات دیگه هم نظریات پروفسور ریچل میتزا تایید کنن و نشرات دیگه هم میره باستا بسازن. این استاد به هر حال در جورج واشنگتن پروفسوره. یعنی ایالات متحده آمریکا جنگ باخته و ایران برده. حالا ایالات متحده آمریکا مجبور شرایط ایران بپذیره تا خود از این منجلاب نجات بده. من فکر میکنم که این دو دیدگاه که دو دانشمند خدمت شما عرض کردم، راه حل این مسئله جنگ خواهد بود. رئیس جمهور لبنان گفته که ایران لبنان را به مهره چانه زنی تبدیل کرده و عراقچی در واکنش این ادعاها را رد کرده و گفته اگر چنین بود مدتها پیش ایران با آمریکا به توافق می رسید. این اختلاف از کجا شروع شده و چرا حالا قدر مهم شده؟ میشه فراموش نکنیم که رئیس جمهور لبنان یک آدم وابسته به ایالات متحده آمریکا است. در لبنان دو نیرو وجود دارد. قوای مسلحه لبنان که متاسفانه یک گامش، یک سربازش، حتی یک فعل عادی به طرف اسرائیل نمیکنه و در حالی که اسرائیل مناطق 20% سرزمین فعلی بسلا لبنان در اختیار اسرائیل، 20% دادن رسمه و کشور رئیس جمهور اسرائیل فقط با رئیس جمهور لبنان با صلح تن میته و تقاضا کرده میره که ایران در ایران تنها حزب الله لبنان که 30% نفوس کشور تشکیل میده دفاع میکنه. امروز از راکت‌های جدید خود و از راکت‌های کروز که در اختیارش گذاشته شده و از راکت‌های برد متوسط میانبین خود که علیه اسرائیل استفاده میکنه، از اونا استفاده میکنه. هم اسرائیل وضعیتش خراب شده، تانکاش سقوط داده، سربازایش کشته، ولی اسرائیل اعلان نمیکنه. با هم حال حزب الله لبنان گفت که ما اینمی توافقنامه را رئیس جمهور رهبرشان آقای نعیم به صراحت اعلان کرد که توافقنامه ننگین و شرم‌آور را که رئیس جمهور به اصطلاح لبنان امضا کرده با اسرائیل، من این شرم‌آور ننگین میدونم، هیچ حاضر نیستم قبول کنم و از این خاطر دوباره حزب الله لبنان عملات شروع کرده، نه اسرائیل، و اسرائیل دفاع از خود. اگر نه ایالات متحده آمریکا به اسرائیل اخطار داده بود دیگه جنگ نکن. بفرمایید. ما میخوایم به عنوان آخرین پرسش بپرسم که چرا کشورهای خلیج فارس به میدان تاخت و تاز امریکا و ایران تبدیل شدن؟ من چیزی که در نوشته پروفسور میتس گفتم براتون، این دلیلش است که در این کشورها پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا، قطعات نظامیش، کمپانی‌هایش بزرگ نفتیش، تمام از اونها جابجا است و ایالات متحده آمریکا ایران گفته که از هر کشوری که علیه حمله شود حمله‌اش صورت میگیرم. به حساب تمام حملات کشور ایران علیه از این کشورها به علیه پایگاه نظامی امریکا که در اونجا قرار گرفتن، یعنی هم در کویت، هم در مثلا امارات متحده عرب، هم در قطر، هم در عربستان سعودی، ایران کشورها را نزدم. کمپانی‌های بزرگ نفتی امریکا را، آرامکو را زد در عربستان سعودی، مثلا نفت از او زد، کمپانی‌ها، شرکت‌های وابسته رو زد، پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا را زده. خب بدون شک خساره‌مند میشه اون کشورها. حالا اون کشورها ایران ماندن. به جهت نیست که عربستان سعودی اعلان کرد که دیگه طیارات آمریکایی از جا نخیزه، دیگه ایران بمباردمان نمیکنه. عربستان سعودی فعلا به یک توافق آماده شده و به همین ترتیب کشور عمان هیچ اجازه نمیده که طیارات آمریکایی از جا پرواز کنه. بدان این کشورها در امان هستن فعلا. اما هنوزم از کویت طیارات آمریکایی میخیزه و متاسفانه امارات متحده یگانه کشور است که و بحرین که در اونجا نه تنها افشا شده که در جنگ علیه ایران تقریبا تمام جاهای جزیره ابو موسی را بمباردمان کرده کشور امارات، طیارات با طیارات، تانک‌ها و راکت‌ها درونای خود، و بالاخره قشم را بمباردمان کرده، خارک بمباردمان کرده و بسیار جزایر دیگه جاها را زده و امارات متحده عربی پاسخش اینمی است که مجازات میشه. اما کویت که هنوزم پایگاه امریکا فعال است
و هنوز هم کویت تمام امکانات در اختیار امریکا گذاشته و هیچ مانع نشده و بالاخره بحرین که باز نزدیک ایران هم است ولی متاسفانه تمام امکانات به امریکا فرام ساخته. از اون لحاظ اینا ضربات به اونا میشه. ایران به دو جبهه جنگ میکنه، علی از یک کشور جنگ میکنه و علی مستقیم قطعات امریکایی که در بحیره‌های 23 نوشکنش که در منطقه است و اون شما ببینید که پنجمشون خوشبختانه امروز زده، ناوگان پنجم از دولت آتش سوزی قرار داره. فقط ایران با دو جبهه جنگ میکنه، با کشورها هم قطعات امریکایی در اون منطقه. سپاسگزار هستیم آقای مفید از حضور شما در برنامه. سپاسگزار شما فقط بانو شکیل جان شمس و از همکاران تکنیکیتان. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.